یه پدیده‌ای که پدیده اجتماعی هست، اقتصادی هست، سیاسی هم هست، روانی مهمتر از همه. بله. همون تاثیرات روانیشه. استرس. حالا ببین اگه اون اتفاق بیفته چه استرسی میشه؟ میکشی؟ مثلا موقعی که جنگ بشه تو بنزین بزنین چه تأثیری داره؟ چیزو دیدم، پمپ بنزین دولت رو دیدم، خب بنفش بود خیابون دولت. یعنی ببین بریم مثلا کم بریم شما بریش اصلا با بذار برسه. حالا چرا قد تو راه بودن حالا؟ چطوری آقا دلم تنگ شده بود زیاد. همینطور جدی خیلی دلم تنگ شده بود. برگشتیم ها. آره برگشتیم پررو دوباره. اتفاق خیلی خوبی هم تو راهه بعد 3 هفته. آره و برنامه ریزیایی که کردیم یه سری مهمونای خفن قرار داشته باشیم و اپیزودهای بعد یه ذره موضوع یه ذره مهمون بیشتر میخوام بیاریم. 100% یه ذره میخوایم آب و تاب بهش بدیم. امیدوارم که حالا تا اینجای کار کسایی که دیدن حمایت کردن یه تشکرم از اونا بکنم. دم همه گرم. مرسی که حمایت کردن. خیلی هم پیگیر بودن که چرا پاسور نمیاد. یعنی خیلی به من گفتن. آره بعد خب ولی بس به خاطر یه سری دلایل دیگه، یه سری دلایلی که اتفاقای خوبی حالا تو عید نیافتاده و زیاد حال و حوصله نداشتیم و دوباره رفتیم به اون سمتی که حال عمومیه به هم ریخته بود. یه سری استرسا بود که چه اتفاقی قرار بیفته. دقیقاً. که الان که اینجا نشستیم به نظر میاد که خوابید. ولی خب تبعات داره. ببین موضوع رو بخوام باز کنیم اینه که اتفاقی افتاد که داشتیم میرفتیم به سمت این که یه جنگی اتفاق بیفته. بله. و من خودم به شخص شبایی به شدت پر استرسی گذروندم. نمیدونم واقعا جنگ اتفاق بیفته استرس بیشتر میشه یا نه اینکه هی منتظر اینی که میشه یا نمیشه بدتره. ببین جنگ کلا از هر نظر باید به نظر من محکومش کرد. 100%. جنگ کلا خرابیایی که به بار میاره شاید یک کشور رو در کل 50 سال عقب بندازه. 100%. خیلی حتی بیشتر. یه چیزی که خیلی میتونیم بهش استناد کنیم تجربه‌ایه که کشور خودمون از جنگ داشته. بله. 100% ایران هنوز داره تبعات جنگ 8 سال تحمیلی با عراق هنوز داریم تبعاتشو 8 سال میبینیم. دفاع مقدس با یاد و خاطره کسایی که شهید شدن واقعا و واقعا مدیونیم به شهیدا. و ببین یه سری چیزا رو نباید با هم قاطی کرد اصلا. یعنی میفهمی چی میگم، نمیخوام بازش کنم. یه سری چیزا نمیشه نباید با هم قاطی کرد. شهیدا واسه ما مقدسن. دقیقاً. آره مردم بودن. میدونی چی میگم؟ خیلی از مردم شجاع و مظلوم بودن که رفتن جلو و از خاکشون دفاع کردن. و دادش مدیونیم بهشون. روش بخوام بهت بگم که من و تو اینجا نشستیم خیلی اتفاقای بدتری میتونست بیفته. ببین جنگ ایران و اوکراین رو داریم، میگم ایران و اوکراین خدا نکنه، جنگ روسیه و اوکراین رو داریم میبینیم که چه اتفاقایی داره میفته. یه چیزی که من خیلی داشتم دنبال میکردم تو اون اوضاع، پوریا هوتک داشت از اوکراین خارج میشد و رفت آلمان، از آلمان هم که رفت کانادا. من داشتم چندش رو دنبال میکردم که ببینم چه حالی داره و واقعا ترسناکه. پارسا تو فکر کن یه چیزیو ساختی، یه زندگیو، و ببین همه چیو باید ول کنی بری. دقیقاً. یعنی ببین باور گفتش که دقیقاً داشت گفتش من خونه که یه ویلا برای مامام گرفته بودم چقدر 3 میلیون دلار یه همچین یادم نیست ولی میگفت یه دیزاین عجیبی کرده بود، کلشو مشکی، یه در گفت بزرگ، خیلی خفن بود. همون با یه موشک نابود شد. آره. و اینکه خب مثلا این نمونه یک نفره فقط که میتونه چقدر تاثیر بذاره تو زندگی اون آدم و چقدر اون آدمو حتی از زندگی خودش عقب بندازه. ببین بزرگترین تاثیر جنگ تاثیر اجتماعیه. خب تاثیر اجتماعیش هم واضح‌ترین چیزش اینه که جماعت اجتماع زیادی آدم از بین میره. میدونی یعنی بیشترین تاثیرات اجتماعیشه. مثل جنگ جهانی اول، مثل جنگ جهانی دوم که یه سری آدم میمیرن بی دلیل. ببین تلخش همینه که یه سری آدم که از پهنه از عرصه سیاست به دورن، هیچ تأثیری تو این نزاع و درگیری و اینا ندارن،
یه شب میخوابن بوم تو سرشون تموم. دقیقاً. یعنی یارو از دنیا بی خبر نشسته زندگیشو میکنه، مظلوم موشک میخوره. ولی حالا اسم نمیبرم، ولی اتفاقی که برای اون کشور افتاد کاملا حقش بوده. اینم بهت بگم اتفاقی که بین ایران و حالا اون کشوری که اسمشو نمیارم. ببین حالا نمیخوام بازش کنم، این که حقش بودی حقش نبود، متاسفانه هر چی بگیم هیت میشه. خب منم باهات هم نظرم، یعنی تو نمیتونی کنسولگری کشور رو بزنی همینجوری الکی. دقیقاً. اصلا چون یعنی کنسولگری جزء خاک اون کشور، جزء خاک اون کشور، یعنی تو اصلا دلیل نداره. چه برسه که بخوای تو چند نفرم اونجا باشن از بین برن. حالا ببین تو نمیتونی حتی بگی آقا فلان قد مثلا آقا 4 تا سردار بوده توش، خب و حالا حرفایی که میزنن نمیخوام بگم، تو نمیتونی اینو بگی اصلا آقا بیخود میکنن میزنن. اصلا به چه دلیلی باید اون آدمو کشتشن؟ دقیقاً. اصلا من طرز فکرم خیلی واضحه که با طرز فکر اون آدما زمین تا آسمون فرق میکنه. آره خب هر کی طرز فکر خودشو داره. آره داداش من اصلا نمیخوام از اون طرز فکر دفاع کنم، اون طرز فکر من نیست. هممونم خب مثلا تو هم نیست میدونم. آره خیلی با هم متفاوته طرز فکرامون با اون سیستم و اون طرز فکری، ولی دلیل نداره که آقا یک کشور ثالثی بیاد بزنه بکشتشون. آره. اصلا کلا مرگ هر انسانی ناگواره. آره هر متوجه باشی. آره نمیتونی کلا راجع به مرگ یه آدم خیلی راحت نظر بدی فلان. آقا بالاخره انسان جون داره و اون جونش هم براش ارزش داره و به نظر من هر آدمی کلا جونش براش ارزش داره و که هیچکی نمیتونه بیاد برگرده بگه آقا نه فلانی باید میمون. نه. ببین یه چیز مهمی رو باید بگم، ما اصلا به این فکر نمی‌کنیم. یعنی این آدمایی هم که این حرفو میزنن به نظر من به این فکر نمی‌کنن اگه انسان باشن. اون آدم هر پوزیشنی که داره، اصلا بگی چقدر به مردم، اصلا به مردم کشور خودش ظلم هم مثلا کرده باشه، خب اون آدم هم خانواده داره، بچه داره، زن داره. ظلم هم نمیشه گفت کرده باشه، ولی اصلا هر کاری اصلا تو من دارم تهشو میگم نیازا ظلم کرده باشه. اون آدم زن و بچه داره، خانواده داره. دقیقا. تو اصلا با اون طرز فکر مشکل داری ولی خانواده داره یارو. دقیقا. تو نمیتونید بگی بهتر. آره اون بچه مثلا اون بچه‌ای که داره اینجوریه که خب آقا من الان چیکار کنم، پدرمو از دست دادم. خب آره. تو ولی خب یه سری آدم میگن که آره حقش بود کرده. نه اینجوری نیست. درسته خیلی از خانواده‌ها داغدار شدن. تو مشکلتو خودت باید با اون آدم حل کنی. دقیقاً. میدونی چی میگم؟ تو اگه جرأتشو داری خب خودت برو بگو آقا من مشکل دارم. آره. با یه سری چیزا مشکل دارم همین. آره. نه که تو بخوای نه جون یه آدم ارزش داره. آره. جون یه آدم واقعا ارزش داره. حالا اونو بگذریم، بریم سر این که آقا تو واقعا تو اون شرایط شد به این فکر کنی که الان اگه بخوای بری مجبور شی خونه‌تو ترک کنی، چیو با خودت میبری؟ چیاتو جمع میکنی میبری؟ مجبور باشم از خونه برم؟ ببین اصلا دیگه مثلا تهران فکر کن وجود نداره. نه بره زیر جنگ و تو باید دری. تنها کاری که من میخوام بکنم و انجامشم میدم اینه که از خانوادم دفاع کنم. تنها چیزی که با خودم با قلبم میبرمشون. ببین واقعا یه شبی که این استرس رو خیلی زیاد کشیدیم هممون، من نشسته بودم تو اتاقم، خب داشتم فکر میکردم، گفتم خب الان کجا برم؟ مامان بابامو چیکار کنم؟ کجا بریم؟ من فقط دفاع میکنم. و اینکه اصلا الان من چی اولویت داره که ببرم؟ فکر کنم هیچی. یعنی تو فقط جونتو برمی‌داری میری. آره دیگه. یعنی همه چی رو میذاری باشه. دقیقاً همه چی رو میذاری باشه. فقط شارژرتو شاید برداری. شارژر گوشیتو برداری. جنگ خرابی داره. جنگ تبعات داره. چه از نظر مالی، چه از نظر منتالی، همه چی. جنگ واقعا میتونه کلا یک کشور رو، مردمش رو از هر نظری نابود بکنه. بعد ببین خیلیا به من تو اون شرایط، خب من خب اصلا حال روی خوبی نداشتم. من گفتم خب تو چرا انقدر میترسی از جنگ؟ من گفتم ببین من از مردن که نمیترسم. شاید من مرده آقا چی از جون آدم با ارزش‌تر. ولی من فکر کنم آقا اصلا بعدش چی میشه؟ میدونیم خیلی از خانواده‌ها حرفشون خیلی درسته. و میگن به خاطر اینکه شماها جنگو ندیدین. خیلی از خانواده‌ها دیدن.
همون جنگ ایران و عراق. اونا اتفاقا بیشتر میترسن عزیز، میدونن چی شده، میدونن چه بیشتر میترسن، میدونن چه استرسی وارد میشه و میدونن که چه خرابیایی به بار میاره. و به خاطر اینکه نسل جوون، نسل الان جنگو ندیده. آره. و نمیدونه که ممکنه چه اتفاقایی بیفته اونجا و حتی اونجایی که توش هم زندگی میکنی دیگه نمیتونی زندگی کنی. آره. و تقریبا میشه گفت هیچ جام دیگه نداری بری، خانه به دوشی کامل. دقیقاً. ببین اصلا واقعا واسم عجیبه. حالا اینکه یه سری میگفتن اصلا شاید هم نشه یا اصلا هر چی بازیه، اصلا آقا هر چی، اگه این اتفاق میافتاد واقعا چه بلایی سر من و تو میومد، چه بلایی سر ما میومد. کلا همه چی از بین، به نظر من کلا همه چی از بین میره. ببین همه جوره محکومه، همه جوره. یعنی اول که بهت گفتم مثلا آدم بی‌دفاع قرار بود برن بی دلیل بمیرن، مثلا بدون اینکه هیچ تقصیری داشته باشن، چه از اینجا چه از اونجا، هر کجا، یعنی با هر ملیتی. ببین حالا ما اینم من دارم بهت میگم، ما کلا خب علمی راجع به این موضوع نداریم. آره. ما فقط تنها چیزی که داریم راجع به صحبت میکنیم اینه که آقا جان به عنوان دوتا جوون فکرمون چیه، چه اتفاق، به چه عواقبی فکر میکنیم. ببین یه چیزی که حرف خوبی زدی اتفاقا، یه چیزی که من فکر میکردم اول همین بود که اینکه آقا چرا باید یه سری آدمی که هیچ تقصیری تو این قضیه ندارن بمیرن، یه سری که آقا اصلا ما خب شرایط سخت اقتصادی رو همین الان داریم تجربه میکنیم، یه سری دیگه تزشون اینه که آقا همین الان شرایط سخته. خب آقا شرایط سخته ولی خب سخت‌تر از این دیگه واقعا یعنی چی؟ قرار سخت‌تر از این بشه، تو آماده سخت‌تر از این هم هستی؟ بعد ببین کسی که میگه آقا شرایط سخته، خب بذار اصلا ببینیم چی میشه، مثلا غلط میکنه اصلا راجع به الانم بگه سخت شره، چون تو اصلا واسه سخت‌تر از اینم مهم نیست، چون واسه سختی الانت دقیقاً سختی بعدت هم واسه مهم نیست. حتی میگه آقا بذار سخت‌تر الان شده دیگه، بذار سخت‌تر از اینم میشه دیگه، دقیقاً دیگه مهم نیست. الان مثلا $2 فلان قد تومانی دیگه، تو حداقل الان خونه خودت داری توش زندگی می‌کنی. آره دیگه، دوست داری اونم نداشته باشی دیگه، داش پول بنزین تو نداشته باشی، اصلا بنزین نباشه که بزنی، همون دقیقاً ماشینی وجود نداشته باشه، نمیتونی اصلا خیابون تردد کنی، بعدش آژیره زده شه، تو مجبور شی تمام چراغای خونت رو خاموش کنی. اینا همه چیزایی که اونایی که توی 8 سال جنگ بودن به من گفتن یعنی تجربه بود که اون آقا اصلا آژیر رو میزدن تمام چراغا خاموش، همه تو پناهگاه. الان که قرمشان پناهگاهی هم نداریم، دقیقاً پناهگاه کجا بود؟ یعنی باید بشی تو خونه چراغ خاموش، کجا میخوره اصلا کلا هر طرف. اصلا داشتم بهت میگفتم واقعا جنگ خیلی ترسناکه. اصلا تو ببین نمیتونی بگی تهران شاید زیر جنگ نره، جنگ تو نمیتونی پیش بینی کنی، کلا جنگ غیر قابل پیش بینی. اصلا تو مگه مثلا ما 13 اسفند فکر میکردیم 1 ماه بعد قرار ما تا مرز یک جنگ بریم؟ نه اصلا فکرشو نمیکردیم 13 اسفند چه اتفاقی بیفته. آقا واقعا ممکن بود یه ما دیگه اصلا ندونی چی داره میشه. تو چش آقا برو این فیلم ها رو ببین که مثلا سر اوکراین چی اومده، بعد اون موقع ببینم میتونی بشینی بگی چرا عجایی میترسی یا چرا نگرانی. ولی خب جنگ هم بشه، من خودم جزو آدمایی ام که تمام قد، حالا شاید حرفم کلیشه‌ای باشه ولی نیست، تا قلبم یعنی خیلی فکر کنم کلیشه‌ای، ولی واقعا با جون و دلم از خاک مملکتم دفاع میکنم. من نمیدونم، من اینو واقعا تو خودم میبینم، من نمیدونم و چون که این چیزا برای من یه ذره مهمه، این چیز فکری منه. آره و ولی فکر نکنم آدمی مثل تو زیاد باشن تو این نسل. آره میدونم یعنی ولی خب کاریش هم نمیشه کرد آخه دیگه. خب یه سری مشکلات هست، یه سری چیزا هست که کلا حالا چی بگم دیگه راجبش زیاد نمیتونم صحبت کنم. آره دیگه، ولی آره از خاک دفاع میکنم، از خانواده دفاع میکنم. ولی ببین همون این عواقب واقعا عواقبیه که سخته، یعنی تو همه چی تو مجبور شی ول کنی بری و اصلا ندونی کجا میخوای بری. و اصلا ببین من الان میدونم فردا برنامه‌ام چیه، میدونی چی میگم، ولی اون موقع دیگه خبر نداری، اون موقع دیگه خبر نداری، اصلا مرده یا زنده ای، اصلا نمیدونی، واقعا نمیدونی. دقیقاً. بعد ببینم جرأت داری بگی جنگ ترس داره یا
ترس نداره. نه اونجوری تو استرس، همون استرسی که داریم ممکنه بکشتت 100%. اون داستانش هستش دیگه. ببین مثلا جنگ جهانی دوم چی شد و واقعا نگران خانوادتی. میدونی اصلا همینه داستان. مثلا تو سوال دارم واقعا جنگ جهانی دوم چی شد؟ باید اتفاق میافتاد یا نه؟ یه سری آدم بیگناه کشته شد، یه سری آدم بیگناه، یه سری سرباز، یه سری آدم بیگناه. اصلا جنگ واقعا چیزی نیست. ببین نه قابل پیش بینیه که تو بتونی بگی مثلا فلان جا اگه قرار باشه بزنن اینجا رو میزنن. اونم گاو نیستن که. دقیقاً دیگه داداش اصلا هر چیزایی نیست. اصلا انشالله که کلا هیچ اتفاقی نیفته. امیدوارم واقعا جنگ واسه هیچ کشوری پیش نیاد. انشالله که نیاد. کلا صلح جهانی پیش بیاد. آره واقعا یعنی همه تو رفاه زندگی کنن، همه با هم اوکی باشن، همه با هم خوب باشن، همه با هم دیگه بتونن واقعا، میدونی وارد سیاست نمیخوام بشن ولی واقعا خب به نظر من اگه مردم بتونن تو آرامش حداقل زندگی کنن به نظر من خیلی ارزش داره. ببین یه چیز خیلی مهم میدونی چیه؟ جنگ اصلا پدیده سیاسی نیست. یه پدیده‌ای که پدیده اجتماعی هست، اقتصادی هست، سیاسی هم هست، روانی مهمتر از همه. بله. همون تاثیرات روانیشه، واقعا تاثیرات روانیشه که اصلا من و تو نمیتونیم. یعنی ببین الان از اون میترسیم، خب نگران اون قضیه هستیم ولی اصلا متصور نیستیم که چه بلایی قراره سر اون بیاد. دقیقا. یا اصلا اون تاثیر روانی رو من و تو اصلا حس نکردیم. تا حدودی حس کردیم. یعنی ببین خب منطقیه دیگه، تو منتظری اتفاقی ممکنه بیفته. آره اون استرس رو کشیدیم. اون استرس حالا ببین اگه اون اتفاق بیفته چه استرسی میکشی. واقعا نمیدونم از اون بدتره یا باز بهتر میشه. میگی آقا شد که شد دیگه، شد دیگه. نه دیگه واقعا نمیشه گفت. واقعا نمیشه گفت. نمیدونم من ولی اون روزا واقعا اصلا حال خونم. ساده تو چهارشنبه سوری یه از این نارنجک دستی‌ها کنارت منفجر میشه 3 متر میپری هوا. آره باشه مثلا خونه بغلت موشک بخوره. آره این داستان. اصلا ببین اسمت بگم الان من و تو مثلا 3 هفته است ویدیو ندادیم. هی هم میدونی اینو میگفتیم آقا بذار حالا هفته دیگه. حاله اصلا خوب نبود. یعنی ببین من اسم ترس اصلا بود تو وجوده، میدونی اصلا فکر نمی‌کردی به این قضیه، فقط فکر می‌کردی که چی میشه. آره. چه اتفاقی قرار بیفته. حال هیچ کی خوب نبود. اونایی که خوب بود به نظر سعی می‌کردن خودشون خوب نشون بدن. ولی یه سوال حالا سوالی که من دارم، بنزین برای چی می‌زنن؟ واه اونا رفتن اروپا، فکر کنم الان اروپا دارن دور میزنن. عجین نشد برگشت. یعنی اصلا موقعی که جنگ بشه تو بنزین بزنین چه تأثیری داره؟ ببین زدن چیزو موشکا رو زدن. من تو گوگل مپ چیزو دیدم، پمپ بنزین دولت رو دیدم. خب بنفش بود خیابون دولت. یعنی ببین ساعت 12:30 دولت. خب بنزین چیکار می‌کنی؟ کجا بریم؟ مثلا کم بریم شما. من عموم زنگ زد و گفت پاشید برید شما. ما مرسای چی میگی اصلا؟ تو چیپس پفک تو از اون ور دنیا برو شما. چیپس و پفک و گوگوش هم سفرم بذاری تو جاده و برید شما. اصلا با بذار برسه. حالا چرا قد تو راه بودن حالا؟ دقیقاً چرا تو راه بودن نمیرسید. من بیدار مونده بودم برسه نمیرسید. برسید چی میشه؟ خب دیگه سلا با سلا فرق ولی الان داری میخندی. اون موقع کرکوپره ریخته بود. برسه چی میشه؟ اونی که تو راه رسیدنه تو صفحه بنزین بود چرا بود؟ اصلا اشیو غریبه. اون تو صفحه پمپ بنزین منتظر بود پمپ بنزین برسه به پمپ بنزین. اون منتظر بود برسه به اون کشوره. وای خیلی اصلا واقعا من نمیدونم چرا بنزین زدم ولی خدا آره بنزینا رو زدن. الان فکر کنم دوباره دارم بنزین بزنم. بنزینش دیگه تموم شده. آره دقیقاً با بنزین. آره دوباره دارم بنزین بزنم. وای خدا یعنی اصلا ولی خدا رو شکر که به خیر گذشت. حالا ما تو اینجاییم داریم ما صحبت میکنیم. پاسور هم خیلی خفن و قوی و پرقدرت میره جلو. 100%. اپیزود آیندهمون هم که برنامه‌اش ریختیم خیلی جالبه. ان شاءالله که بهتر کنیم. همکارش موفق بهتر کنیم. یه سری حوزه‌های تخصصی هم قراره راجع به صحبت کنیم از دوستامون که خواهش کردیم که بیان با هم صحبت کنیم. فقط اینکه
اپیزود بعدی یه مهمون داریم، اپیزود بعدیش هم یه مهمون سورپرایز ویژه. یه سورپرایز ویژه بی‌نظیر. فکر کنم اولین مصاحبه شه یا نه نمیدونم. نه اولش، ولی مهمون ویژه، ولی یه گفتگو فرندلی باحال چیل واقعا. بیاریم جلو پرقدرت دیگه. از این بعد هفته ای این قبل آپلودامون هست. بله همه چی اوکی. چنل رو دنبال کنین، تو اینستاگرام هم حال بدین بهمون، لایک کامنت سابسکرایب که میگم مثلا زنگوله رو بزنین، لایک کنین، کامنت انگلیسی بزنین، اصلا اش کنین. برو بریم.